عزیز ما آمدیم نزد مقبره شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی که در پشت این دیوار واقع است. در پشت این دیوار است. حاضر می‌داریم دوام می‌دیم نوار رو. پیش از آمدن نوشته شده است. ببینید. شعری چهار مصرع شعر سعدی شیرازی که با یک دو سه چهار پنج زبان نوشته شده است. این عکس سعدی شیرازی میباشد. عکسش در تگش با زبان فارسی با حرف فارسی سعدی نوشته است. بالاش انگلیسیش رو معناش نمیدونم خوانده نوشته شده است. انگلیسی است، دویمش فرانسوزی باید باشد، سومش عربی است. آقای محمد عربی خوانید کنید. خوانید. بنا آدم جسد في الوجود من جوهر واحد في الخلود إذا اشتكى عضو من الألم تألمت سائر الأمم. شناختن؟ اکه اسکندر در همین جمع چیزاشون مخلصاشون یافتن گفتن که شما اسکندر گفت پشت شناختن گفتن که شما انگور و باغ نیستید. خارجان نام شما چی؟ من ژورنالیست. اینجا تماشا آمده؟ بسیار نه. سر آورده. نه. بهترین نامش سعدی شیرازی. آها. برای شیخ سعدی بزرگوار زیارت آمده. حافظ دیدید علاقه؟ حافظ اکنون بریم. ما حافظ دیدم برو آمدیم. سلام علیکم. اکنون سعدی شیرازی تماشا میکنیم. حالا از آرامگاه سعدی شیرازی برآمدیم. میریم نزدیک حافظ شیرازی. نام شما چی خارجه؟ نام من بهاره. بهاره در کدام ژورنالیست کجایی؟ ژورنالیست تلویزیون جهان‌نما. تلویزیون جهان‌نما. بهاره جان خوش گذرانی روزتون. ما یگان خدمت باشه ما تشکر. در خدمت شما تیار. ما شما رو زیاد ثبت کردیم و با شما صحبت داشتیم. حتی خانه‌تون هم رفتیم تا پای انگور شما رو ثبت کرده بودیم. خانه من آمدگی بوده؟ آره بله و خانه‌تون از پسابی امریکا در بله آمده بودیم. ولی در هواپیما یک جا بودیم. یک جا بودیم ما آمدیم. بهاره جان ما همین یک ثبت کنم با شما یک دو سخن کنم بعد روید. یک دقیقه است. بله. هم دیور نزد در همجام همشهریمون دیدید بهاره ژورنالیست تلویزیونی بهارستان کنی اکی منور وای نه وای موتورسیکلیست با گران کرد آواز با کرد آواز استید با کرد هم دیور نزد با زبان عربی نویسنده سخنان حافظ رو گپ زنید خانه سخنان سعدی شیرازی رو گپ زنید. بنا آدم جسد في الوجود من جوهر واحد في الخلود إذا اشتكى عضو من الألم تألم سائر الأمم. ترجمه کنید. همون بنی آدم اعضای دیگرم که در آفرینش یک گوهرم چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. باز میگه سعدی بزرگ. همدیران عزیز این سخنان سعدی شیرازی در آمدی بینای سازمان بین الملل در امریکا نوشته شده است. همدیران عزیز ما حاضر میرویم داخل مقبره و نوار رو ادامه میدیم. همدیران عزیز مقبره سعدی شیرازی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی میریم نظر مقبره رویم کنیم. جمهوری اسلامی ایران آرامگاه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. آنجا آرامگاه است. من آمدم آرامگاه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. شکست به اعضای دید آبا عذاب بود. ببینید همش ببینید عربی و فارسی قاطی خودمونم با بدبخت. شبی برنشست از فلک برگذشت به تمکین و جاه و از ملک درگذشت چنان گرم در تیه به غربت بران که بر صدر جبرئیل از او بازمان بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام
چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. میگم چه یه زمانی میاد عربی هم قاطی شعرهاش میشه، به خاطر همین این شعر کریم خان زن از میون غزلیات حضرت سعدی برای روسنگ قبر حضرت سعدی اومد برگزید و اون رو گذاشتن و خطاطی کرد. آقای میرزا آقاخان رو آوردن از آذربایجان و روی سنگ حافظ و سعدی رو ایشون اومدن خطاطی و مرمت کردن که الان در خدمت شماست. این کار یکی از کارها و شاهکارهای کریم خان زند است که سنگ‌ها رو داد از مراغه آوردن، میرزا آقاسی بیگ رو هم آوردن از آذربایجان و روی سنگ‌ها رو اینجوری به این زیبایی حجاری می‌کنه. تو این زمانی که هیچ وسیله‌ای نبوده آوردن چه این سنگ‌های، اون هم از مراغه، واقعا شاهکار خیلی عظیم. و حیف است اینجا بیایید فقط یک فاتحه‌ای بخونید، یک عکس اینستاگرامی بگیرید و نهایتاً برید عکسی بگیرید و از اینجا برید. تا ما چون همیشه سعدی لیدر مستقر نداره، ما اینجا خدمتگزار خادم شما هستیم، خوشحال میشیم که حکایت و روایت هایی که طی 19 سال از استادامون شنیدیم، از حافظ شناسا، از سعدی شناسا که استاد سخن خودتون میدونید شیخ عجل سعدی، در اختیار شما قرار بدیم و شما هم چون نسل‌های آینده ما هستید به نسل‌های بعد خودتون انتقال بدید. خوشحال میشم در خدمتتون باشم در قالب یک تور کامل از اون سمت تا آخر مجموعه رو توضیح بدم خدمتتون. خواهر جان، ما مهمان ها از تاجیکستان هستیم. قدمتون روی سر ما چشمم. با وطن خود آمدیم. خیلی خوش آمدید. برای ما 4 مصرع از حافظ قرائت کنید اگر از سعدی. از سعدی. از سعدی رو چشم. از سعدی. اگر اجازه بدید یک حکایت از گلستان و شعر طیباتش رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح تا دل برده مگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی عالم از اوست. به حلاوت بخورم زرد که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی هم که غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. در مورد مدح پروردگار عالمیانه قربونتون برم. سعدیا سیل فناگر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. یاد دارم با کاروانی همه شب رفته بودم و سحرگاه بر کنار بیشه خفته، شوریده همراه ما بود، نعره برزد بر راه بیابان در پیش گرفت و یک نفس آرام نیافت. اینجا منظور از شوریده کسی است که به یک درجه از عرفان میرسه، صوفی و یا دراویشی که در مدح پروردگار به یک درجه از عرفان میرسه، حالت دیوانه‌وار خداوند رو دوست می‌داره و متعلقات دنیوی رو کنار می‌گذاره و به خدای احد و واحد فقط فکر می‌کنه. میگه شوریده همراه ما بود، نعره بزد و راه بیابان در پیش گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتم این چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم به نالش در آمده بودند، از درختان کبکان از کوه، خوکان از آب و بهائم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تصمیم من به غفلت. دوش مرغ به صبح می‌نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان باشد و من خاموش. این در مدح پروردگاره. میگه همه ما انسان ها که اشرف مخلوقاتی مانند بگم یک انسانی که هنوز به متعلقات دنیوی فکر میکنه و مانند تخت بندی بر گردنمون هست، همیشه در خواب غفلت هستیم، ولی تمام مخلوقات آفریدگار خداوند در مدح خداوند در صبح دارن خداوند و ستایش و چیکار میکنن؟ شکرگزار خداوند هستن. پس قدر کسانی مانند سعدی و حافظ رو بدونید، کسانی که میگن آسمان ایران
آسمان شیراز از همه آسمان ها آبی‌تره. چرا میگم؟ حال و هوایی داره شیراز که اگر شاعر نباشید در شاعر بشید، یا اگر شاعر نباشید شاعرهای دیگر رو زندگی کنید. مانند کتابخانه بزرگیه که شامل دو ماهه، دو تا سقف، دو تا آسمان بزرگ، حافظ سعدی قدر این عزیزان رو بدونید. و اگر هر کسی اینجا شاعر نباشه یا آب و هواش جوریه شاعر پروره یا شعر دیگران رو زنده، چی گفتنهای خوبی داره؟ اینو هم تقدیم کردم به مهمانان عزیزم از تاجیکستان و همچنین شما عزیزای دلم که به قسمت عرفان حضرت سعدی اومدید. قدمتون روی سر و چشم یک جهان تشکر. اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی است. آقای منور ما هم از این در جهت دانایی سخندانی شعردانی یگان کمی ندارد. آقای منور یک جان تشکر به شما. خواهر جان عزیز یک جان تشکر. یک جان تشکر. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. افتخاری بود.